حسن بصری رحمت الله تعالی یک زنی از پس پرده آمد شکایت کرد، گفت ای امام. گفت بله. گفت شوهرم رفته زن دیگه گرفته، اما من نمیدونم چرا منو ول کرده. من هیچی براش کم نگذاشتم، حسن دارم، زیبایی دارم، خانه‌داری دارم، تربیت اولادم خوبه، من هیچ کمی براش نگذاشتم، چرا منو ول کرده و یکی دیگر رو گرفته؟ میگه حسن بصری رحمت الله تعالی از همون پس پرده یک فریادی زد، از حال رفت. بعد اینکه حالت طبیعیشون آمد، یکی سوال کرد چی شد حضرت؟ هیچ. اگر فردا میدان محشر ذات احدیت الله از من سوال کنه الیس الله بکاف عبده، که آیا من الله برای تو کافی نبودم؟ چرا دنبال غیر من رفتی؟ آرام رو از کی